کاشت ابرو در زیبایی هر فردی میتونه تاثیر چشمگیری داشته باشه، اما به شرط اینکه توسط یک تیم پزشکی مجرب انجام بشه. عمل کاشت ابرو کاملا سرپاییه و با بی‌حسی موضعی طی یک جلسه چند ساعته انجام میشه. بعد از عمل کاشت شما مرخص میشین و دوره نقاهت خاصی نداره. برعکس روش‌های هاشور و تتو که موقتی هستن، این روش کاملا ماندگار، دائمی‌تر و ظریف‌تره. یکی از اساسی ترین تکنیک هایی که کلینیک کاشت موی ایرانفیت رو نسبت به بقیه کلینیک‌ها متمایز میکنه در نظر گرفتن جهت رویش ابروهاست. در جلسات مشاوره قبل از کاشت با در نظر گرفتن صورت، چهره و نظر شما، طرح و فرم کاشت ابرو براتون انتخاب میشه و با گارانتی مادام العمر توسط تیم پزشکی مجرب کاشت ابرو براتون انجام میشه. و اما چه کسایی کاندید کاشت ابرو هستن؟ خانم هایی که ابروهای خودشون رو تتو و یا هاشور زدن و از ظاهر اون ناراضی هستن. بعضی از افراد به واسطه بیماری، سوختگی و یا تصادف ابروهاشون دچار ریزش شده. افرادی که به صورت مادرزادی ابروهای کم پشت و نازکی دارن و افرادی که ابروهای کم حالت و نامتقارنی دارن، همگی کاندید کاشت ابرو هستن.